لیکن روزگار برابر شد که یک نفر مرا در تدریس برد. من در فکر ازی بودم که 5 لک در اون وقت لکا بود نه. من گفتم 5 لک افغانی که بده، ولی یک چند شاگردان بود، یک 30 نفر شده میتونه یک تعداد از اموا در این مجلس هم باشه. گفتم امیرم بپذیره نانش بده که درس بگیم. اونجا که رفتیم گفت ما مدرس کار داریم. من گفتم خیلی خوب ما آماده هستم. من گفتم فقط یک شرط دارم که می یک 30 نفر شاگردا دارم. گفت جدا اتاق برات میدم، آشپزی جدا برات میگیرم. الله اکبر. ایره بیبی حالی میگم که می 5 لک افغانی برام بده بس است. برام چی میگه؟ میگه خو مولوی صاحب بگو چقدر برات بده. من گفتم من گفته نمیتونم هر چیزی که شما. گفتم 50 لک افغانی بسیط است. 50 لک. این برکت است چیست؟ غیرت سر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. او گفت نه خیر است نان چقدر فامیل است، نان خشکتان ما میدیم. در دل گفتم دیگه چی باقی ماند؟ یک زنی دیگه هم برام بگیری؟ خب کلی گپا حل شد. برکت بالای سنت رسول الله اینمی کمالات داره. افسوس است که علمای ما 6 تا ملک صاحب خفه کرده نمیتونه. ملک صاحب که از امامت میکشه شاه. علما را بگو خب بان که دمی را ما و شما رنج ببینیم. چرا که رنج دیدیم مغفرت و رحمت الله نصیب ما میشه، بخشش میشه. خیر از کدام خلل و کوتاهی که در راه دعوت کردیم امی یک دفعه که مصیبت ببینیم الله معاف میکنه کوتاهی ما را و دیگه مورد رحمت الله قرار میده. اتو رحمت الله سرت باشه، مهربانی الله که پرسان نکو. کسی پیدا شده که نمیشناسی در جیبت پیسه را تیله میکنه. مولی سی و میره خرج کو برادر کار ندارم مشکل محل است. خیر از پیسه ما خو خار نداره که تو را چخ شوه امیر بیگی. او مردم عجیب است. الله رحم بکنه. ولا متم اگر شما وفات بکنی به مرگ خود و قتلتم کشته شوی کدام طرف روان هستی؟ لا اله الله خامخا بسوی الله متعال تحشرون. اما شما جمع کرده میشه، خزای الله تبدیل نمیشه، پیش الله رفته نیستی. آلی برات بگه که چرا مردی؟ مردن خو سری کلگی آمده. مولای امام مسجد هم میموره و او کسی که بگه مردم او را از قریه بیرون کرده برای بگه دعوت توحید او هم میموره. اردویش که پیش الله یک جای استاد شوند چی میگه؟ او میگه الله به خاطر بیان عقیده توحید و یکتا پرستی تو مردم مرا کشیدن و اونجا در راه آخر مرا قتل کردن. الله برای چی باید بگویه؟ و این نفر دیگه چی بگویه؟ چی جواب داره؟ اگر در دنیا امی گپ مواجه شوه چی جواب داره؟ الله متعال همین مسائل مکمل در پیش روی ما میگذاره. اگر ما عالی هم درک حقیقت نتانیم واقعا دیگه باز هیچ عقل و بصیرت ما هیچ نداریم. فبما رحمت من الله پس به سبب رحمتی که از جانب الله متعال است لنت لهم تو نرم شدی برای صحابه. ولو كنت فظا غلیظ القلب اگر تو می بودی تندخوی غلیظ القلب سخت مزاج دلت سخت می بود لنفضوا من حولک پراگنده می شدن می رفتن از پیرامونی تو از چارگردی تو همی صحابه و از این کمالات و فیوزات تو هیچ وقت باز استفاده کرده نمیتونست. فاعف عنهم عفو کو درگذر کو از یا و استغفر لهم بخشش طلب کو برای از الله و شاورهم فی الامر در کارایی که قابل اعتبار است او مشوره بگی. فاذا عزمت وقتی تصمیم قاطع گرفتی فتوکل علی الله اعتماد بالای الله متعال بکو. ان الله یقینا الله متعال یحب المتوکلین دوست داره کسایی که اعتماد بالای الله متعال میکنه. این موضوعی که صحابه کرام آواز پیغمبرم نشنیده بودن پس دور نمیخورده ما و او پیغمبر معصیت مخالفت کرده بودن نافرمانی کرده بودن گپی بود که باید قاید جهاد نمیبخشید برای لشکریای خود. الله متعال از یک طرف کمال رحمت و شفقت پیغمبر بیان میکنه و چه قسم اخلاق و خویی را الله برای پیغمبر نصیب کرده بود. اما از طرف دیگر درس عظیم برای دعوتگر و قائد است. کسایی که در قیادت یک جماعت مسلمان قرار داره چه اوصافی را باید داشته باشه و چه قسم افراد خود شاگردای خود تربیه کنه. گاهی اوقات غصه سخت سبب از بین رفتن بسته جماعت میشه، بسته امو کتله و امو گروه میشه. علتش است که تو از سخت مزاجی کار میگیری بس گپ خراب میشه. انسان ها معصوم است یعنی که از پیشان خطا میشه. کس معصوم نیست. یک دوم
کلی افراد یک رقم اخلاص و صداقت داره در کار و فرمان، یعنی که تفاوت داره، کلگی یکسان نمیشه. اگر ما در صدد یزیشیم که نه تو خوب کار انجام ندادی برو بخیر، ایرم رخصت کو سبا او را دیگه سبا او را، در روز بعد یک نفر در پالی تو چی باقی مانده نمیتونه. این معامله عادی نبود. به پیغمبر علیه السلام صدمه بزرگ رسیده بود، دندان مبارک میده شده بود، چهره مبارک زخم شده بود، قایدین و کلانای مسلمان ها شهید شده بود، در رأسش سید الشهدا حمزه رضی الله عنه شهید شده بود، شهید چی که مسلح شده بود. پیغمبر باید این لشکر قطعا به یک وجه معاف نمیکرد و به مجرد پس آمدن در مدینه منوره طلب میکرد که دیگر رنگی تا نبینم. نه، آلی چه قسم پس ذهن سازی میشه، چه قسم یک جماعت قدمی پیشتر گذاشته میتونه. قاید چه صفتایی داشته باشه؟ فبما رحمت من الله، پس سبب رحمتی که از جانب الله است، کمالاتی که در پیغمبر علیه السلام در وجود مبارکش موجود است، این کمال ذاتی است یا الله داده؟ الله متعال رحمت کرده. وجود مبارک پیغمبر رحمت للعالمین است. اما سری صحابه یک عجیب نزاکتی است، عجیب حالتی است. پیغمبر حتی یک سرزنش و ملامت هم نمیکنه، نمیگه که شما چرا سنگر اعلا کرده. چرا؟ به خاطر که دل صحابه چی نشوه؟ شکسته نشوه. صحابه دلش شکسته نشوه. پیغمبر اینقدر رعایت صحابه را میکنه. اما امروز بدبختا و شاگردای یهود پیدا میشه، امی صحابه را طعن و لعن میگه. نعوذ بالله. تو قدر و منزلت صحابی را میشناسی که پیغمبر الله چقدر عظمت صحابه در قلبش موجود است. با وصف امی قدر کوتاهی ها پیغمبر یک سرزنش عادی هم صحابه را نمیکنه. چرا؟ شاهکاری و قربانی و فداکاری صحابه را پیغمبر مشاهده کرده. هر جا که از پیششان خطا شده، خطا اجتهادی است. قصداً مخالفت نکرده، در اجتهاد خود خطا شده. همون نفرا که کور جبل رمات الاکت به خاطر چی بود؟ خطا اجتهادی بود یا قصداً مخالفت امر پیغمبر؟ خطا اجتهادی بود. گفت پیغمبر ما را تاکید به خاطر کرده که ما مغلوب نشویم، به این خاطر حالی خونه شکست آمده بیایی که بریم. خطا شدن، قصداً مخالفت فرمان پیغمبر را نکرده. از همون خاطر پیغمبر ملامت هم نکرده. الله متعال خلق والای پیغمبر از یک طرف یاد میکنه، از طرف دیگه منزلت صحابه را بر ما وانمود میسازه که پیش پیغمبر چقدر محبوب بودن. طایفه پیدا میشه میگه ابوبکر و عمر دو شیطان بزرگ مشاور که پیغمبر در کل عمر قطش بغض داشت، لیکن نمیتونست رانده از مجلس خود، چرا که پر نفوس بودن. کی را میگن؟ خبرداری ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را. امیال فعلا نمو طایفه است و یک تعداد مردمی ما قطعی از ما خیشی داره، کسی داره. عجیب نیست؟ بیا آیات قرآن مطالعه بکن در مورد کی؟ صحابه کرام، که صحابه کدام منزلت و مقام داره. یک دفعه بیبی یک مسئله. فبما رحمت من الله لنت لهم، بسبب رحمت الله تو برشان مهربان شدی، نرم شدی. قاید همیشه نرم و مهربان میباشه، از سخت قلبی از سخت مزاجی کار نمیگیره، آرام میباشه. البته اینطور آرامی نه که باز دیگه فرمانی تو پذیرفته نشوه. الله اکبر. صحابه آنقدر عظمت و احترام پیغمبر در قلب داشتن که با چشم تیز به چهره مبارک پیغمبر سهم نمیتونستن. و همون خاطر بود که پیغمبر میگفت اعلی مردم استاد میشد که فرمان در برک الغمات بگو مرا بگوی در اوجه رفتن نیستیم، در بحر داخل شو داخل میشیم. اون صحابه بودن، همون مردم بود. قدر و منزلت صحابه را پیغمبر شناخته بود. یک، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو تندخوی می بودی، سخت دل می بودی. سخت دلی و تندخویی سبب پراگنده شدن افراد میشه. یک از پیشت می روه خوی تند. برای دعوتگر و کسایی که قاید جهاد است هیچگاه خوی تند و سخت مزاجی برش بکار نیست. چرا؟ الله متعال میگه اگر توی طور صفت می داشتی، صحابه از پیشت پراگنده میشد، هر طرف میرفت. امو منزلت و مقامی که صحابه کسب میکرد، کی کسب کرده میتونست که در مجلس تو حاضر نمیشد. و عزتمندی که برای صحابه حاصل شد از برکت مجلس پیامبر صلی الله علیه و سلم است. باز خو در گرد تو هیچ کسی جمع نمیشد. فاعف عنهم،
انسان خطا میشه، معصوم نیست. چی باید بکنه؟ عفو بکو، درگذر بکو عنهم، از این صحابه کرام. مقام و منزلت صحابه را الله بیان میکنه. پیغمبری خدا مامور میسازه. ای پیغمبر، کدام خطایی لغزشی که از صحابه سر زده درگذر کو از پیششان، ملامت هم نکنی. نه تنها ملامت کردن چی میکنی؟ واستغفر لهم، واستغفر لهم، بعد از اینکه روش نیک تو اختیار کنی، قطع از یا بسیار معامله نرم خویی را قطعش انجام میدی، حالی بخشش هم طلب کو برشان، لهم برای از یا از غلطی از یا که در حکم الله متعال انجام داده، امیر هم از الله برشان بخشش طلب بکو. چرا؟ دعای تو مستجاب باشه. بخشش طلب کردن برای از یا دیگه هم صحابه را مطمئن میسازه. چرا؟ اگر در ظاهر پیغمبر تنها نرمی به امر صحابه میکرد، بازم در دل صحابه میگشت که شاید در قلب خود پیغمبر از ما چی باشه؟ ناراض باشه. اما وقتی دعا طلب میکنه پیغمبر برای صحابه مطمئن میشه که پیغمبر علیه السلام از صمیم قلب ما را چی داره؟ بگه بغض قط ما نداره. و شاورهم فی الامر، دیگه بر از یا احترام قائل شو، مشوره بکو امر از یا فی الامر، در امر، فاذا عزمت فتوکل علی الله، مشوره بکن. پیغمبر علیه السلام صاحب وحی است، مستقیما جبرئیل امین میاد کارا و روزگار برش حوال میده، فرمان میده و انجام میده. چی ضرورت به مشوره است؟ چرا مشوره بکنه امر صحابه؟ مقام و منزلت پیغمبر از صحابه که پایین است. مشوره در جایی میشه که انسان بصیرت نداشته باشه در بعضی امور و از دیگه کسا مشوره طلب بکنی. قرآن بر ما میگه که حتی پیغمبر علیه السلام مامور به مشوره. نظام اسلام نظام شورا است. کل بنیاد و احکام اسلام روی مشوره پیش میره. حتی یک طفل که از شیر جدا میکنه، شوهر و زن باید مشوره بکنه. دیگه شخو بگذار. و شاورهم، پیغمبر ضرورت به مشوره داشت؟ بله. یکی مسائل نصوصی بود که مستقیم به وحی ثابت میشد، در اونجا ضرورت به مشوره نبود. ضرورت در مشوره در جایی که نص صریح موجود نبود. پیغمبر علیه السلام بشر است. در امور تشریعی هیچ کسی بالاتر از پیغمبر صلی الله علیه وسلم علم نداره. از همون خاطر وقتی که صحابه را پیغمبر بعضی مسائل سوال میکنه، صحابه در جوابش میگه الله و رسوله اعلم، الله و رسولش خیلی چیست؟ عالم است. در امور تشریعی. اما در امور جنگی، در امور دیقانی، در امور انجینری، در این امور هم پیغمبر از دیگه کده علمی بالا داره؟ نه. اینجا پیغمبر مامور است. بنابر تقاضای بشریت کسایی که تجربه قوی داره قطع از مشوره میکنه. در صلح حدیبیه مشوره کرد یا نه؟ مشوره کرد. در جنگ خندق مشوره کرد یا نه که ما چی کنیم؟ سلمان مشوره خندق کندن نداد؟ در می جنگ بدر مشوره نکرد که چی کنیم؟ امو جوانای تیز گفت که نه برای ما بغیرتی است که در مدینه باقی بمانیم، بیرون میشویم. اما مشوره را قبول هم کرده. در این طور مسائل پیغمبر مشوره میکنه. وقتی الله پیغمبر مامور به مشوره میسازه، ما و تو چطور هستیم؟ خود مستقل نگی. اگر رئیس هستی، اگر وزیر هستی، اگر رئیس دولت هستی، اگر سرپرست خانه هستی، اگر محتمم یک مدرسه هستی، اگر امام مسجد هستی، کل اموری تا به مشوره پیش ببر. در مشوره خیر است. الله متعال در بسیار خیر بزرگ نهاده. مشوره مشتمل به خیر بزرگ است. اینطور گوشه های یک موضوع می باشه که سری تو پنهان است. توسط مشوره دهی بعضی افراد مکمل بر تو واضح و منکشف میشه. مشوره اینقدر خیر است. خدا چی چیز مشوره شود؟ فی الامر، در امر دو معنا داره. یک معنای عام داره، یعنی هر آن چیزی که قابل اعتبار است، مهتم بشان است، آدم به یزو یک التفات و نظر میکنه. یکی امر حکمتی و نظام است. اینجا به معنای عام است که امر حکمتی و نظام خود به خود دو داخل است. پس پیغمبر علیه السلام در مسائل نظام و در مسائل معاملات، در همه چیزا امرای صحابه مشوره میکنه و اینمی بنیاد نظام اسلام است. از همون خاطر حکومتای ما حکومتای شورایی است. جمهوریت که امروز مردم تعریفش میکنه و چیست مدحش میکنه، این جمهوریت در اسلام است. در اون زمان، در زمانی که پیامبر علیه السلام این مشوره ها را میکرد 1400 سال پیش، در جهان نام جمهوریت هم کسی آشنا نبود، نام شورا هم کسی نمیشناخت. یک طرف قیصر پادشاه روم بود، دیگر طرف کسرا بود پادشاه فارس بود.
ابرقدرت ها دو سمت بود، کلشان نظام شاهی داشتن. اگر هر قدر ناهل بچه خیلمینی هم پیدا میشد امو رئیس دولت بود، در حالی که در افرادی اومد اهلیت و لیاقت خیلی 100 درجه بالا را مردم داشت، اما نمی آمدن در رأس امر قرار گرفته، نمیتونسته. اولین پایه‌گذاری نظام شورایی و جمهوریت اسلام کرده. اسلام گفت، پیغمبر علیه السلام ما امیر میگیم که علی رضی الله عنه را انتخاب نکرد برای خلافت، ابوبکر رضی الله عنه برای خلافت انتخاب کرده بود. سن بزرگ داشت، پخته داشت، مبارزات سنگر به سنگر، قدم به قدم امروی پیامبر صلی الله علیه و سلم به امروی پیامبر انجام داده بود، تجربه کافی داشت و میخواست پیغمبر به مردم نشان بده که همی خلافت برای اهل سپرده میشه، برای اهل سپرده میشه. امروز مردم آمده الا دموکراسی است، الا اینطور است، این گپا را میزنه. اما چه قسم جمهوریت؟ کدام قسم جمهوریت؟ جمهوریتی که در محدوده عقل باشه، یقینا افراد جمع شوه که خبره باشه، معلومات کافی داشته باشه، انجینرای پخته، دکترای پخته، علمای پخته، این مردم بین خود جمع شوه، یک کس امیر خود منتخب کنه، وظیفه را به کسی بسپارن که اهلیتش داره. جمهوریت مردم عامه نمیگه. امروز جمهوریت های جدیدی ما بگه کل اختیارات به عوام داده. به کی داده؟ سرنوشت کلی ولس عوام است. عوام اگر هر رقم میخواه همون قسمه فیصله کرده رئیس، نعوذ بالله. اینجاست که حدود الله مراعات نمیشه. جمهوریتی که اسلام میگه اون متشکل از اهل حل و عقد است، مردمای خبره، مردمایی که دلسوز، مردمایی که تثبیت شده است، تجربه شده است در پیش ولس، که اینمی مردم واقعا مردمای خیرخواست و بشینه مشوره کنه، نفری را برای خود انتخاب بکنه. نه، عوام. انتخابات عمومی که فعلا میشه خلاف اسلام است قطعا. در اینطور انتخابات شریک شدن درست نیست. چرا اسلامی نیست؟ این به اصول اسلام پیش نمیره، این به اصول اونمو جمهوریت غربی پیش میره. جمهوریت اسلام و غرب فرق داره. اینی طور است، اینی نظام مشوره است. پیغمبر علیه السلام مشوره برای صحابه میکرد. چی رقم مشوره میکرد؟ تنها همونطور یک ظاهری، لیکن اصلی مقصد پیغمبر در قلب خود نگاه میکرد، باز امور عملی میکرد. نه، در این صورت بازیش مفهوم نداشت که صحابه همونطور یک نظر بده و پذیرفتم نشوه. نه، خب یقینی مشوره میکرد. خب بله، بعد از مشوره، مجلس مشوره شد در یک امر، با اکثریت فیصله میشه یا نه که نه؟ پارلمان ما که عالی با اکثریت فیصله میکنه غلط گپ است، نادرست گپ است. و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک، اگر اکثر مردم توی تابعداریش میکنی پیغمبر علیه السلام، تو را خطا میکنه، در راه غلط میبره. چرا؟ اکثریت فاسق است یا مؤمن واقعی؟ اکثریت فاسق است. فیصله به اکثریت در اسلام نیست، فیصله به مقتضای دلیل است. رئیس شورا بررسی میکنه نظریات مجموعه را، هر نظریه که سالم، مثمر، مثبت بود امور تثبیت میکنه. فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی که تصمیم گرفتی یک نظر ولو که اقل باشه ولی مثمر باشه، مثبت باشه، نتیجه سرش خوب مرتب میشه، سالم باشه از عوارض، اینمی برای تو ثابت شد، آل دیگر فیصله کشه. لیکن بعد از فیصله اتکا به این نظریات نکنی، اتکا به کی بکنی؟ فتوکل علی الله، اعتماد بالای الله متعال بکن. چرا؟ به خاطر که وقتی اینمی یک سبب است، آلی در سبب تاثیر آمدن، نتیجه مرتب شدن، کاری کیست؟ دیقان دانه خود در زمین میپرته، اما پس از این تیغ زدن، خوشه شدن، دانه گرفتن، کاری دیقان صاحب نیست. توی کارا رو این اسباب بگیش، مشوره بکن، نظر بگی و بعد از او که تصمیم گرفتی اعتماد بالای الله متعال بکن. الله میدانه نتیجه مرتب کردن. در راه دعوتم تو دعوتگر همی قسم بکن، در یک منطقه هم راه دوستایت بیشی، مشوره بکن کدام راه را اختیار کنیم، بعد از او امور راه سالم انتخاب بکنیم، پس از او اعتماد بالای الله متعال بکنیم. ان الله يحب المتوکلین، یقینا الله متعال دوست داره متوکله. توکل او را میگه که اسبابی که الله پیدا کرده او را در کار پرتی استعمال بکنی، خو لیکن اعتماد سری اسباب نکنی، سری الله بکنی، این را توکل میگه. معلوم شد وقتی پیغمبر مامور با مشوره است، ما چطور؟ ما مامور با مشوره نیستیم.
از امو خاطر است زمانی که مشوره از ما رفت در بدر شدیم. بعضی مردم میگه که مشوره با زنا نکنه، اگر کدی هم باز خلافشه شما عمل بکنی، گپا غلط است، دروغ است، نادرست است. اما مثل عوامی خوب است، میگه کسی دیگه نباشه کلاه تبان قطشتی کو مشوره کو. مانا کلا ماندن نیست. فکری تا یک دفعه خواه ارزیابی کو، سوچ و فکر بکو، عوارضش ببین، نتایجش ببین، بعد از او باز تصمیم کار بگی. اما طور خودسرانه بدون تأمل و تعمق همینطور حرکت نکن. اینی را مردم کلا میگه. این نگی راستی کلا مشوره بیده. مشوره ضرور است. خصوصا زن و شوهر در نظام خانواده آنقدر اهمیت داره، آنقدر محتاج است که پرسان نکن. چه قسم بکنیم حتی در پخته کردن طعام باید مشوره کنه. این بگو چی کنیم؟ با مشوره کلگی. ای تو نباشه زن خود سرانه پخته میکنه، بگو مرد میا چی رو پخته کردی پدر نالت، اینقدر چیزا در طعام است. نه او را پدر نالت بساز، نه قار شو بشینه. چی چیز مناسب است؟ آسان گپ است. همه امور به مشوره، مشکل دیگه ایجاد نمیشه. اگر امی امور به مشوره باشه، دادن دختر، گرفتن دختر برای بچه به مشوره باشه، جنجال رخ میده؟ نمیده. خب مشوره ها وجود نداره. ما مسلمان ها اصول زرین اسلامی را مکمل او طرف انداختیم. امی فکری خدا ما چی کردیم؟ حاکم ساختیم، خدا دیکتاتور جور کردیم. خیر خلاص گپی ما بچله، رای ما بچله، بس تصمیم ما عملی شوه. هر رقم کی باشه، سری دختری تام تصمیم تا عملی میکنی، سری بچه تام، سری همسایه تام، سری اولاد تام، سری هر کس. او برادر امی رای تو درست است یا نادرست است؟ نه از من را بپرس، گپ نزن، من اینو میگم. اینطوری گپا غلط است. زن میگه نه دیگه گپ دیگه نزن. نگه گپ چرا نزنه؟ گپ بزنه. بعضی اموری است که تو نمیدانی. مسئله سیالی و شریکی را میدانی شما تا که زنیتان براتان نگوید؟ میدانی؟ نمیدانی. او براتان میگه. تو هیچ در قصه در دیگه طرف فکرت است، هیچ خبر و آگاه نمیشی. بهترین امر مشوره است. و امرهم شورا بینهم. صفت مؤمنان نمیسته که کل امورشان به شوراست در بین خودشان، بس نظامشان در تمام امور مشوره است. ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر نصرت بکنه الله با امرای شما، فلا غالب لکم، نیست کسی غالب برایتان، یعنی هیچ کسی دیگه زوراور پیدا نمیشه. شرط است که نصرت الله متعال شامل حالتان شوه. لیکن نصرت الله کی شامل میشه؟ الله متعال جا به جا آیاتا میگه ان تنصر الله ینصرکم. اگر شما نصرت الله را بکنی، الله به نصرت ضرورت داره؟ الله خود به نصرت ضرورت نداره. ان تنصر دین الله، اگر شما نصرت کردید دین الله را، ینصرکم، الله هم شما را نصرت میکنه. دین الله را نصرت دین الله چیست؟ دعوت برش بده، دین الله را آشکارا کنه، مردم آگاه کنه، تعلیم بده، مشوره بکنه. این دین الله متعال است. نصرت الله شامل حالتان است. و یخذلکم، اگر شما را ذلیل بسازه، فمن ذا الذی، کدام ذات است، کدام کسی است، ینصرکم که نصرت بکنه شما را، من بعدی، پس از ذلیل ساختن الله متعال. که الله ذلیلت بکنه باز کسی هست؟ باز که امریکا و ناتو قطعت باشه ذلیل است، نمیشه نصرت الله قطعت نباشه. نصرت الله در اختیار ما است؟ بله است. خودی نصرت الله در اختیار ما نیست، اسباب نصرت الله در اختیار ما است. اسبابش چیست؟ خدمت دین الله، حاکم کردن نظام کی؟ الله. آن چیزی را که الله بر ما فرمان داده او را انجام بدیم، خلاص نصرت الله مرتب میشه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، خاص بالای الله متعال، نه بالای کسای دیگه، نه بالای اسباب. فلیتوکل، باید اعتماد بکنه المؤمنون، مؤمنایی که واقعی است، مؤمن است، مؤمن بالای الله اعتماد بکنه. اویی که مؤمن متزلزل است میگه والا نه نگذارشه. حالی که مصاحبه میشه چی میگه؟ کسایی که قرآن نخوانده چی میگه؟ با بیرون شدن این نیروها دیگه والا افغانستان خراب میشه. چرا خراب میشه؟ اوروری خور. تو چی پیش بینی میکنی؟ علم غیب داری؟ چرا این گپای غلط میگی؟ ما میگم کفر دور شوه. ما کلگی ما مسلمان هستیم، در یک دسترخوان افطار روزه را میکنیم، هیچ نزاع نداریم. اگر کسی مؤمنی واقعی نیست، منافق است، نعوذ بالله. او خود دیگه همیشه کشمکش، جنجال، بگوی نزاع، اختلاف آب خط میکنه. چی میکنه؟ مایی میگیره.
قماندانی خدا میکنه، رئیسی خدا میکنه. اگر نظام امن باشه به این طور کسایی که اهلیت یک روز مکتب هم نخونده جنرال شده میتونه؟ ها؟ وزیر شده میتونه؟ نمیتونه. دیگه از او خاطر نه این پیش بینی ها را نکنه، اعتماد سری الله تعالی بکنه. تیر از جامعه جهانی برای بدن کارش نداریم. خلاص ما مسلمان هستیم، در یک خانه زندگی میکنیم، یکی با دیگه صلح میکنیم، یکی با دیگه قرار میشینیم، خیر است. همین قدرت که تقسیم میکنیم برشان، خیر است. این وزارت است و این وزارت است، همین شما عاشقای همین قدرت تقسیم کنی بینتان، نمیگذاریم شکی جنگ بکنه. و ما کان لنبی ان یغل، نیست برای پیغمبر علیه السلام مناسب ان یغل که خیانت بکنه در مال غنیمت. و من یغلل، کسی که خیانت در مال غنیمت میکنه، یأتی بما غله، آمدن میکنه با آن چیزی که خیانت کرده، یوم القیامه، در روز قیامت. ثم توفى كل نفس، بعد از پورا داده میشه برای هر نفس ما نتیجه او عملی که کسبت در دنیا انجام داده. و هم لا یظلمون، سری از یا ظلم کرده نمیشه، ثوابشان ضایع نمیشه. اگر عمل نیک بود، اگر بد بود، زیادت سرش حساب نمیشه. الله متعال عادل ذات است، به هر کس امو چیزی میده که اونجا انجام داده.